آرسن میناسیان بنیانگذار اولین داروخانه شبانه روزی ایران و مؤسس اولین خانه سالمندان و معلولین ایران در شهر رشت. موسیو آرسن که با نام مسیح گیلان هم ازش یاد میشه در سال 1285 در رشت متولد شد. آرسن تحصیلات خودش را در مدرسه ارمنی‌های انوشیروان رشت آغاز کرد. او در دوران تحصیل علاقه شدیدی به شیمی پیدا کرد. در همین راستا بعد از اخذ دیپلم به قزوین رفت و در داروخانه‌ای مشغول به کار شد و بعد از چند سال دوباره به رشت بازگشت و شروع به ساختن دارو کرد. آرسن میناسیان که یک داروساز تجربی بود، شروع به ساختن داروهای تخصصی کرد و داروها را به داروخانه‌ها می‌فروخت و بعدها داروخانه کارون که اولین داروخانه شبانه روزی در ایران بود را احداث کرد. او فقط یک داروساز و یا داروخانه دار نبود، امین مردم شده بود و به عیادت بیماران میرفت، در دادگستری ضمانت میکرد و در این راستا مردم نیکوکار نزد او پول، طلا و مواد غذایی میسپردند تا به دست فقرا برساند. هدف اصلی آرسن از افتتاح داروخانه کارون این بود که دست واسطه را کوتاه کند و میخواست داروها را به همان قیمتی که برایش تمام میشود به دست مردم برساند. با اعتباری که به دست آورده بود و با کمک مردم خیر رشت، او اولین خانه سالمندان رشت را افتتاح کرد. با تأسیس خانه سالمندان، آرسن بیشتر وقت خود را در آنجا صرف خدمت به مردم میکرد. در غروب 14 فروردین 1356 که مانند روزهای دیگر در آسایشگاه مشغول به کار بود، پزشکان متوجه حالت غیرعادی آرسن شدند. او به سختی نفس میکشید و چهرهش کبود شده بود. ساعت 10 شب 14 فروردین بود که آرسن در سن 71 سالگی درگذشت. آرسن میناسیان فردی بود که تمام عمر خودش را صرف کمک به نیازمندان کرد. یاد و خاطره او هنوز هم در بین مردم گیلان و رشت جاویدان است.